بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین والعاقبة للمتقین وصلى الله وسلم على سید الاولین والآخرین وعلى آله وصحبه اجمعین. بینندگان عزیز و گرامی شبکه جهانی وصال حق، با یکی دیگر از برنامه‌های قلب آسیا که ویژه برنامه افغانستان می باشد خدمت شما بزرگواران هستیم. در برنامه امروز دو مهمان نهایت عزیز و گرامی، هر یک محترم استاد امام الدین رحیمی که البته همه‌تان با جنابشان آشنا هستید خدمت ما هستند، و مهمان دیگر ما محترم استاد عبدالرحمن فاتح که البته با صدای این بزرگوار همه بینندگان شبکه جهانی وصال حق آگاه هستند. خب محترم استاد رحیمی، به برنامه خودتان خوش آمدید. تشکر، زنده باشین. من هم سلامات و احترامات گرم خود به تمام بیننده های برنامه زیبایتان، برنامه قلب آسیا تقدیم میکنم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته و در خدمت شما هستیم جناب استاد. خب استاد عبدالرحمن، شما هم اگر عرض سلام و ادب خدمت بیننده ها دارین، فرصت از شماست. تشکر. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. من هم به خدمت تمام بینندگان عزیز شبکه وصال حق عرض سلام و ادب دارم و در خدمت شما هستیم. خب سلامت باشین استاد گرامی. سعدی شیرازی میگوید بنی آدم اعضای یکدیگرند که در آفرینش ز یک گوهرند. چو عضو به درد آورد روزگار، دگر عضوها را نماند قرار. انسان ها همه فرزندان یک آدم هستند، حضرت آدم علیه السلام، و فرزند یک مادر حضرت بیبی حوا هستند. از بدو پیدایش حضرت آدم علیه السلام تا کنون چند میلیارد انسان خلق شده اند و به این ترتیب از این دنیای فانی رحلت نمودند و طبق آخرین آمارها که از سوی سازمان ملل متحد ارائه شده، فعلا در جهان بیش از 7 میلیارد انسان زندگی می کنند. این انسان ها البته به قومیت ها، گروه ها و ملیت ها، زبان ها و رنگ های مختلف تعلق دارند. بحث این هفته برنامه ما پیرامون تعصبات قومی است. خب سوال نخست ای برنامه را از محترم استاد فاتح داریم که حکمت از این که خداوند انسانها را به اقوام مختلف تقسیم بندی نموده چی است؟ بسم الله الرحمن الرحیم. در آیات قرآن عظیم الشأن آنچه که ما متوجه می شویم و آنچه که از آیات قرآن کریم می توانیم برداشت بکنیم این است که خداوند متعال جل جلاله اقوام و ملت‌های مختلف و زیادی را در روی زمین، آنها را به عنوان کسانی که بتوانند در روی زمین معیشت بکنند و زندگی بکنند قرار داده و علت‌های را هم همچنان پروردگار عالم جل جلاله در قرآن کریم برای ما بیان کرده که چرا ملت‌ها و اقوام مختلف و متعددی به وجود آمده و چرا زبانهای مختلفی به وجود آمده. یکی از علتهایش اینه که خداوند متعال جل جلاله بیان میکنه که جهت تعارف و جهت شناختن هست، چنانچه پروردگار عالم جل جلاله در سوره مبارکه حجرات آیت 13 میفرماید یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی و جعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند الله اتقاکم. آنچه که مورد استناد ما هست اینه که پروردگار عالم جل جلاله میفرماید ای مردم،
ما شما را از یک پدر و مادر آفریدیم و شما را قبیله ها و تیره ها و اقوام مختلف شما را آفریدیم. چرا؟ لتعارفوا، تا آنکه با همدیگر آشنایی پیدا بکنید و به خاطر شناخت شما. و چیز دیگری که پروردگار عالم جل جلاله در سوره مبارکه روم آیت 22 به آن اشاره می کند، این است که علت اختلاف زبانها و اختلاف اقوام و ملیتها را یکی از نشانه های قدرت خود و از نشانه های معجزات پروردگار سبحانه و تعالی بیان می کند. آنجا که می فرماید و من آیاته خلق السماوات والارض و اختلاف السنتکم و الوانکم، می فرماید از دلایل و از نشانه های قدرت پروردگار سبحانه و تعالی این است که شما را الله سبحانه و تعالی خلق کرده، آسمان ها و زمین را، و اینکه اختلاف زبان ها و اختلاف اقوام و اختلاف رنگ ها، یکی سفید هست یکی سیاه هست و امثال اینها از نشانه های قدرت پروردگار سبحانه و تعالی است. و بعد الله متعال در ادامه می فرماید ان فی ذلک لآیات للعالمین، در این که خداوند متعال جل جلاله اقوام را متفاوت کرده و زبانها را گوناگون و مختلف آفریده، در این نشانه هایی است برای عالمین، برای کسانی که دانشمندن و برای کسانی که میدانند، درک میکنن این نعمت را و درک میکنن این قدرت عظیم پروردگار سبحانه و تعالی را. خب پس حکمت از خلقت اقوام چنانچه عرض نمودید یکی از نشانه های الله تعالی در روی زمین است. خب جناب استاد رحیمی، اگر میشه یک تعریف بسیار جامع و مانع یا مختصر درباره تعصب خدمت بیننده های ما ارائه بکنید. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام علی رسول الله و علی آله و صحبه و من والاه. قسمی که شما اشاره کردین موضوع امروزی برنامه شما تعصبات قومی بوده. درست. پس بهتر است که بیننده های عزیز ما بشناسن که تعصب یعنی چی، چون تعصب یکی از امراض مهلکه است که امروز ملت بیچاره ما شکاری این مرض شده و شکاری این سرطان شده. تعصب کلمه عربی است، لفظ عربی است که از عصبه گرفته شده. عصبه در زبان عربی اقوام و خویش‌هایی که از طرف پدر به انسان نزدیک میشه او را عصبه گفته میشه، مثل بابا، کاکا. هر خویشی که از طرف پدر به انسان خویشی داشته باشه او را عصبه گفته میشه. و تعصبی که امروز موضوع شماست از همین عصبه اخذ شده، از همین لفظ استنباط شده. و عصبه از نگاه شرع یا در اصطلاح شریعت اسلامی تعصب چیست؟ بهتر است که ما بریم پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم بسیار یک تعریفی مختصر، یک تعریف جامع و مانع، مثل که واصله ابن اسقع یک تن از اصحاب پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم هستند. ایشان از پیامبر صلی الله علیه و سلم سوال میکنن که تعصب و عصبیت چیست؟ چی است تعصب؟ البته در موردی که پیامبر صلی الله علیه و سلم مذمت تعصب بیان کردن، صحابی جلیل القدر خواستن که بفهمه که تعصب یعنی چی. پیامبر صلی الله علیه و سلم در جواب این صحابی جلیل القدر خود میگوید ان تعین قومک علی الظلم. تعصب و عصبیت این است که تو خویشاوندها و قوم خود در حالتی که ایشان ظالم هستند همکاری کنی. قومی تو بر بالای یک کسی ظلم میکنه، بناحق بالای از او حمله میکنه و هجوم میاره، تو هم چون که خویشت است در پهلویش استاد میشی، از این دفاع میکنی و همکاری میکنی. همین را تعصب گفته میشه از نگاه شریعت اسلامی. یعنی طرفداری از قوم در حالت حتی که اونها ظالم و ستمگار هم باشن به خاطر از اینکه خویشاوندم هستن، بنابراین ما از اونها طرفداری میکنم. اینا میگن عصبیت یا تعصب. خب تشکر استاد رحیمی. میریم به طرف استاد عبدالرحمن فاتح. استاد، آیا قبل از اسلام، قبل از بعثت پیامبر گرامی اسلام در سرزمین عرب تعصب وجود داشت؟ یا سرزمین عرب یا به صورت عموم کل جهان در آن وقت تعصب وجود داشت؟
بله، تعصبات در زمان پیامبر صلی الله علیه و سلم، خب چیزی که از سیرت پیامبر صلی الله علیه و سلم معلوم میشه زیاد بوده و قبل از اینکه پیامبر علیه السلام به عنوان پیامبر مبعوث بشن فراوان بوده و نشانه های متعددی وجود داره. به عنوان مثال ما می‌بینیم که تعصباتی در الوان، یعنی در رنگ‌ها وجود داشته. سفیدپوست از خود جایگاهی داشته و سیاه‌پوست از خود جایگاه دیگری داشته. در میان اقوام هر کس که افراد بیشتری داشته، احترام بیشتری داشته و به همین ترتیب جایگاه اون نسبت به دیگران متفاوت بوده و فرق می‌کرده و به همین جهت ما در سیرت پیامبر علیه السلام و در قرآن کریم این موضوعات را فراوان می‌بینیم. به همین اساس که دین مقدس اسلام بر علیه عصبیت به پا خواسته که ان شاء الله ما بعضی از اشارات را در ادامه ان شاء الله بیان خواهیم کرد. خب تشکر جناب استاد فاتح. چنانچه عرض کردید قبل از بعثت پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم به خصوص در سرزمین عرب تعصبات زیادی وجود داشته که البته چنانچه عرض کردید در خلال برنامه به نمونه های از ان شاء الله اشاره خواهیم کرد. خب استاد رحیمی، تعصب از دیدگاه قرآن، چرا که ما همیشه در این برنامه موضوعات ما را در پرتو قرآن دیگه به سنجش و میزان میگیریم. بله، قسمی که جناب استاد فاتح اشاره داشتن، این مرض مهلک قبل از بعثت پیامبر صلی الله علیه و سلم در دنیا عموما و خصوصا در میان عرب ها خیلی زیاد بوده و اصل و منشأ این را اگر ما ببینیم که از کجا شروع شده، از روزی که خداوند متعال حضرت آدم و حوا را پیدا کرد و ملائکه ها را امر کرد که به حضرت آدم سجده بکنن، آنجا ابلیس که در حقیقت رئیس متعصبین هست، یعنی ابلیس یگانه کسی است که از او تعصب و عصبیت سرچشمه گرفته. به اصطلاح بنیانگذار تعصب. بنیانگذار تعصب ابلیس هست. ابلیس از سجده کردن ابا ورزید، انکار کرد، گفت من سجده نمی کنم. پروردگار عالم علتش چی بود؟ علتش چرا همین تعصب و عصبیتش بود. البته پروردگار از او پرساند کرد چرا سجده نمی کنی برای مخلوقی که ما را با دست خود آفریدیم و پیدا کردیم؟ در جواب گفت انا خیر منه خلقتنی من نار و خلقته من طین. گفت من از آدم بهتر هستم، مرا از آتش آفریده و پیدا کرده و آدم را از خاک. فطرت و طینت آتش همیشه رو به بالا رو به ترقی است، یعنی او بهتر از آتش از خاک که همیشه در فطرت و طینت خاک همین است که پایین میروه، فرو میروه، اما آتش به طرف بالا میروه. پس او از اینجا استدلال کرد که گفت من بهتر هستم از آدمی که از خاک آفریده، من به او سجده نمی کنم. از اینجا سرچشمه گرفت و بعدا قرآن در مورد این مؤسس و این بنیانگذاری تعصب چی میگه؟ خداوند برش در جواب ابلیس گفت قال فخرج منها فانک رجیم. گفت از جنت بیرون شو، تو مردود و رانده شده هستی. چرا؟ نظر به تعصب بله برتری کرد. پس از اینجا کسی که فضیلت میخواه یا برتری میخواه یا خود بر بالای دیگر را بهتر و بالاتر میدانه، او دچار تعصب میشه. آیت را که جناب استاد فاتح اشاره کردن یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی و جعلناکم شعوبا و قبائل، به گروه ها و قبایل مختلف خداوند انسان ها را پیدا کرده. به خاطر چی؟ گفتن که به خاطر تعارف. اما یک تعداد انسان هایی که فکر کنند که ما یا قوم ما یا قبیله ما یا ملت ما بهتر است از قوم دیگه، از قبیله دیگه، خداوند این را کلا رد میکنه. ان اکرمکم عند الله اتقاکم. معزز و گرامی ترین شما به نزد الله عرب یا عجم، سیاه یا سفید نه، بلکه کی هست؟ اتقاکم. با تقواترین شما هست. پس در میان انسان ها هیچ نوع امتیازی وجود نداره از نگاه انسان بودن. اگر امتیازاتی هست با تقوا هست یا با علم و دانش هست یا چیزهایی است که اساسش با تقوا و ترس از خداست. بله. همچنین و چه کسی از خدا میترسه؟ کسی که خدا را بشناسه. بله، یعنی مسلمان باشه. انما یخشى الله من عباده العلماء. هر کسی که
خدا را بشناسه، از خدا میترسه. همچنین قسمی که در تعریف تعصب ما گفتیم که کمک کردن و همکاری کردن قوم در حالتی که ظالم هستند. بله، بناحق همکاری کردن. خداوند از چنین کار جدا در آیات متعددی منع میکنه و از صفات مؤمنین خداوند ایره میخوانه: لا تجد قوما یؤمنون بالله واليوم الاخر یوادون من حاد الله و رسوله. ای پیامبر صلی الله علیه و سلم، تو نمیابی قومی را که ایمان به خدا و روز آخرت دارن چه بکنن؟ یوادون من حاد الله و رسوله. کسی که با الله و با رسول دشمنی میکنه، انسان مؤمن و مسلمان، مؤمنی که به الله و به روز آخرت ایمان داره، هیچگاه با دشمنان الله و رسول دوستی نمیکنه، اگرچه پدرش باشه، اگرچه برادرش باشه، اگرچه کاکا یا خیش نزدیک دیگیش باشه. چرا؟ اسلام اجازه نمیده که با کسی که با خدا دشمنی میکنه و با پیامبر صلی الله علیه و سلم دشمنی میکنه دوستی بکنی یا با او همکاری بکنی، در ناحق، در کفرش، در ظلمش همکاری بکنی. همچنین خداوند در آیت دیگه میگه: یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا آباءکم و اخوانکم اولیاء ان استحبوا الكفر علی الایمان. ای کسانی که ایمان دارین، شما دوست نگیرین پدران و برادرانتان را. در کدام وقت؟ وقتی که اونها کفر را بر بالای اسلام ترجیح میده. پس وقتی که پدر یا قوم یا خیش نزدیک دیگه کافر است یا مشرک است یا مسلمان هست ولی در یک مسئله با یک کسی درگیر شده، بناحق است، ظالم هست، همراهش همکاری نمی کنی، در اون مسئله در پهلوش استاد نمیشی و غیره. آیات خیلی زیاد است که نمیخوایم. طبقی که اشاره کردین گفتین که خداوند تعالی میفرماید: ایها الناس انا خلقناکم من ذکر و انثى وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند الله اتقاکم. این معنای اتقاکم اگر میشه برای بیننده های ما توضیح بدین. اتقاکم به معنای با تقواترین شما، یعنی اینکه کسی که بیشتر تقوا داشته باشه، بیشتر خدا ترس باشه، بیشتر از محرمات پرهیز بکنه، با صرف نظر از اینکه زن باشه، مرد باشه، پیر باشه، جوان باشه، سفید پوست باشه، سیاه پوست باشه، افغانی باشه، پاکستانی باشه، با صرف نظر از اینها، فقط بهترین شما و نیکترین شما در نزد خداوند چی کسی هست؟ اتقاکم، یعنی با تقواترین شما، پرهیزگارترین شما. کسایی که بیشتر از محرمات پرهیز میکنن، اینها بهترینن از هر قوم و گروهی که میخوان باشن. خب استاد، پیامبر صلی الله علیه و سلم در میان قوم و در سرزمین مبعوث شدن که در اونجا تعصب قومی به اوج خودش رسیده بود، چگونه پیامبر صلی الله علیه و سلم توانستند که این قومی که در تعصب کلان شده بودند و همواره با هم در ستیز و دشمنی بودند، از اینها یک امت واحد بسازند که بعدها جهان فتح کردند؟ بدون شک همچنان که شما اشاره کردیم، پیامبر علیه السلام در جای مبعوث شدند که سراسر تعصبات قومی بود، تعصبات نژادی بود، تعصباتی بود که یعنی واقعا امت و یا همان گروهی که در روز زمان زیست داشتن آنها را به تباهی کشیده بود. اینجا بود که رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و سلم با شعار وحدت، اخوت، برادری و در رأس همه ایمان پیامبر علیه السلام مبعوث شدند و سر برآوردند. خب ما نمونه های متعددی در سیرت پیامبر علیه السلام میبینیم، هم در زمان که پیامبر علیه السلام در مکه مکرمه هستند و هم در بخش زندگی و سیرت پیامبر علیه السلام در مدینه منوره. در مکه مکرمه پیامبر علیه السلام وقتی مبعوث میشن به پیامبری و وقتی قرآن کریم شروع به نزول میکنه که یعنی در میان سفید پوست و سیاه پوست خیلی تفاوت ها هست، در میان قریش و غیر قریش تفاوت‌های بسیار فراوانی هست و در میان کسانی که داخل جزیره العرب هستند و خارج از جزیره العرب هستند تفاوت‌های گوناگون و مختلف و بسیار وسیع می‌گذارند. مثلا ما می‌بینیم وقتی رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و سلم با شعار ایمان، با شعار خوبی و تقوا و با شعار ان اکرمکم عند الله اتقاکم مبعوث میشن، فرق در میان بلال حبشی سیاپوست که یک غلام است
یک کارگر هست به تعبیر ما. و فرق در میان ابی سفیان که به عنوان مثال رئیس قریش هست نمیگذارن. بله. خلاص هر دوی شما برادر هستیم، هر دوی شما همان اخوت و برادری ایمانی داریم. انما المؤمنون اخوه، خلاص همه شما با هم برادریم و هیچ تفاوتی در میان شما وجود نداره. و پیامبر علیه السلام با همین شعار، صهیب رومی که از روم است، سلمان فارسی که از فارس است و بلال حبشی، اینها در یک صف قرار میدن، در کنار هم نماز میخوانند، در یک سفره غذا میخورند با همان ثروتمند و با همان کسی که رئیس قوم و قبیله هست. تفاوتی میان آنها نمیگذارند. در مدینه منوره هم وقتی رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و سلم میآیند، خب ما میبینیم که در سیرت پیامبر علیه السلام، یعنی قبل از اینکه پیامبر علیه السلام مبعوث بشن، دو قبیله در یثرب یا در مدینه منوره زیست میکنن، اوس و خزرج. اینها همیشه با هم در ستیزن، همیشه با هم جنگ میکنن، همیشه با هم نزاع دارند. به خاطر چی؟ به خاطر یک موضوعات بسیار خرد و ریزی پیش پا افتاده که اصلا ارزشی را نداره که در مورد آنها سخن گفته بشه، چی برسه به این که به خاطر آنها افراد زیاد و افراد بسیار کثیری کشته بشن و از بین برن. به خاطر چی؟ به خاطر یک موضوع ساده. خب رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و سلم میآیند، اخوت و برادری در میان اینها برقرار میکنن. یا سلام. از کجا؟ از راه ایمان. خلاص میگن تو هم ایمان داری، تو هم ایمان داری، پس بنابراین شما با هم برادر گفته میشین. این جنگ ها، این اختلافات، این که تو حالا چی کاره هستی. مثلا در سیرت پیامبر علیه السلام ما میبینیم که اوس و خزرج به خاطر جنگ هایی که قبلا کرده بودن با هم تفاخر میکردن. یکی میگفت که من در این جنگ اینقدر جنگ کردم، یکی میگفت اینقدر جنگ کردم. به بزرگان خود و به اشراف خود افتخار میکردن، بنابراین باعث بری میشد این افتخار میکرد و سرانجام باعث بری میشد که یک جنگ بزرگی به خاطر یک حرف ساده به وجود بیاید. رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و سلم با شعار وحدت و یکپارچگی داخل شدند، آنها را بر محور ایمان جمع کردند و باعث بری شد که الحمدلله حالا میبینیم که امت اسلام الحمدلله اینقدر منتشر شدن. ورنه اگر همان اختلاف و تعصبات در میان اوس و خزرج قرار می داشت یا در میان بلال حبشی و مثلا صهیب رومی این اختلافات وجود می داشت، بدون شک امت اسلام به این اوج و قدرت نمی رسید. و ما میبینیم در شأن و نزول آیه‌ای که ما بارها تکرار کردیم در این برنامه، یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، حضرات مفسرین میگن که در فتح مکه مکرمه وقتی بلال بالای خانه کعبه رفت که اذان بگه، بعضی گفتن این سیاه‌پوست این مقام را نداره که حالا اذان بگه، و بعضی به هر حال برای او حرفهای رکیک گفتن. اینجا بود که خداوند متعال جل جلاله آیه را نازل کرد که انا خلقناکم من ذکر و انثی، شما را از یک پدر و مادر آفریدیم. هیچ تفاوتی میان توی سفید پوست و رئیس قبیله و میان این بلال حبشی سیاه‌پوست غلام نیست. بله. ان اکرمکم عند الله اتقاکم، در ادامه در اخیر آیه خداوند میگه اشاره به این میکنه. پس بناهن این شعار ایمان و اخوت و برادری و وحدت باعث بری شد که اینها را بر یک محور جمع بکنه. سلامت باشین. استاد اگر میشه در این رابطه به چند حدیث صحیح از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله اشاره کنید. بله، احادیثی وجود داره که پیامبر صلی الله علیه و سلم در این مورد اشاره میکنن، تقریبا شبیه همان آیه 13 سوره مبارکه حجرات. حدیثی هست در مسند احمد که پیامبر علیه السلام میفرمایند یا ایها الناس، ای مردم، الا ان ربکم واحد و ان اباکم واحد، پروردگار شما یکی است، ذات احدیت الله تعالی هست و پدر شما هم واحد است، آدم هست. پدر سیاه‌پوست هم آدم هست، پدر سفیدپوست هم آدم هست، پدر همه آدم هست. بعد پیامبر صلی الله علیه و سلم در ادامه واضح تر میگن الا لا فضل لعربی علی اعجمی، یعنی هیچ فضل و برتری در میان عرب و در میان عجم نیست. و بعد میفرمایند ولا لعجمی علی عربی، و هیچ فضل و برتری عجمی بر عربی نداره، بالعکس. ولا لاحمر علی اسود، هیچ سفید پوستی هم همچنان بر سیاه پوست فضیلت و برتری نداره. ولا اسود علی احمر، و هیچ سیاه پوستی بر سفید پوستی برتری و فضیلت نداره، الا بالتقوا، مگر به تقوای الهی که همانا بحث ماست که آیت خواندیم ان اکرمکم عند الله اتقاکم. فقط تقوا هست،
فقط تقوا هست که میتونه اینها را در واقع یعنی فضیلت و برتری به وجود بیاره. در غیر آن همچون چیزی امکان نداره که یک انسان متقی نباشه، پرهیزگار نباشه، بعد بیایه بگه ادعای فضیلت و برتری بکنه. این غیر ممکنه، از جمله محالاته. سلامت باشین استاد محترم. استاد رحیمی برمیگردیم با شما. آیا دوست داشتن قوم، حمایت از آنها، این هم نوع از تعصب یا عصبیت محسوب میشه؟ کسیش قومش دوست داره؟ قسمی که در تعریف تعصب گفتیم تقریبا تعریف خیلی واضح بود که همکاری با قوم در حالتی که ظالم هستند. تعصب همین است. اما اینکه آیا دوست داشتن قوم یا دوست داشتن خیش یا روابط نیک با آنها این تعصب گفته میشه یا نه؟ نه خیر. همین روابط نیک، همین محبت، همین صمیمیت در میان فامیل، در میان خیش ها و بعدا در میان مردم یک منطقه، بعدا یک کشور، بعدا در تمام عالم اسلام، این محبت و این صمیمیت را دین اسلام میخواه. دین اسلام دین محبت و دین صمیمیت بوده. قسمی که پیامبر صلی الله علیه و سلم میفرماید انا خیرکم لاهلی، خیرکم لاهله و انا خیرکم لاهلی. بهترین شما کسی است که برای فامیلش بهتر هست و من بهترین شما هستم برای فامیلم. یعنی من با فامیل خود خیلی رویه و تعامل نیک و خوبی دارم و در میان شما انسان ها هم بهترین انسان کسی هست که با فامیل، با خیش ها، با اقارب خود روابط خوب، تعامل خوب و معامله نیک داشته باشه. حتی در این مثل که اجر هم هست صله رحم و یقینا صله رحمی یک امر بسیار مهمی از اوامر اسلام است که در آیات و در احادیث متعددی پیامبر صلی الله علیه و سلم به امر میکنه. حتی خداوند اعلان میکنه که کسی که تو را پیوست میکنه من او را پیوست میکنم و کسی که تو را قطع میکنه من او را قطع میکنم. اما دوست داشتن و روابط نیک در راه درستش البته اما روابط نیک و تعلقات خوب با خیش و اقارب، با فامیل، با همسایه ها، با خیش نزدیک و دور، این امر مشروع و یک امر الهی بوده و یکی از تعلیمات واضح اسلام است. قسمی که پیامبر صلی الله علیه و سلم در احادیث متعدد میفرماید که وقتی که یکی از شما صدقه میکنه وابدأ بمن تعول، از کجا شروع میکنی؟ اگر چیزی برای صدقه و خیرات دادن داری از کسی شروع بکن که کفالتی از او به دوش توست، مثل که فامیلت است، زنت است، فرزندت است و بعد از اینکه فامیلت دادی، کسی که نفقش بر بالای واجب است بر بالای اینها دادی، باز هم اگر پیش تو مال هست میخوای که خرج بکنی، اولین کسی که خیش نزدیک دیگه است ولی نداره، فقیر است، باید به او اول بودی. الاقرب فالاقرب، هر کسی که به تو نزدیکتر است اول به اون میتی. از اینجا معلوم میشه که تعامل خوب و رویه خوب با خیش نزدیک و خیش دور امر مشروع است و این خداوند هیچگاه منع نکرده و این در تعصبی که در تعصب داخل نمیشه. بله داخل نیست. خب سلامت باشین استاد. امروز ما میبینیم که مسلمانای جهان یا همه انسان ها هر کس به هر نقطه از زمین یا نقطه از گیتی دیگه متعلق هستند، مربوط کشورهای مختلف هستند، مربوط جغرافیای مختلف هستند. آیا انتماء و تعلق انسان به سرزمین معین و یا جغرافیای معین ایره برتری میته، فضیلت میته ایره؟ همان قاعده کلی که خداوند متعال جل جلاله در آیت 13 سوره مبارکه حجرات میگذاره و همچنین حدیثی که ما گفتیم الا بالتقوا، یعنی میتونه یک جواب کلی برای این سوال باشه که یعنی نمیتونه این که انسان به یک جای متعلق باشه اونجا برای فضیلت بده. اگر این که فضیلت میداد باید مکه مکرمه برای ابو جهل و ابی لهب فضیلت میداد. مکه مکرمه هست، مکان وحی است و جایی که الله تعالی در قرآن کریم تعریف و تمجید فراوان کرده از اونجا. و همچنین اگر مدینه منوره می توانست بدون تقوا برای کسی فضیلت بده، عبدالله ابن ابی ابن سلول در کل یهودی که در اونجا سکونت داشتن، یهودی که سکونت داشتن برای اونها فضیلت و برتری میداد، ولی همچون چیزی نیست، وجود نداره، بناهن تقوا هست. در این مورد خوب است که به قول حضرت سلمان فارسی رضی الله تعالی عنه هم اشاره بکنیم. حرف عجیبی داره، میگه که زمین برای انسان تقدس نمیده،
سرزمین برای انسان تقدس نمیده، بلکه آنچه که برای انسان و انما یقدس الانسان عمله، آنچه که برای انسان تقدس میده، آنچه که انسان رو برتر میکنه، آنچه که برای انسان فضیلت میده، فقط عمل انسان هست، نه مکان. حالا اینکه انسان با وجودی که در یک مکان خوبی باشه و تقوا هم وجود داشته باشه، مقامش بدون شک بالاتره، فضیلتش بالاتره، و هر صورت اعمال خوبی که در اونجا انجام میده چند برابر میشه. مثلا مکه مکرمه، مدینه منوره، مثلا مسجد حرام، مسجد مکه. ولی ای که شخصی در یک منطقه و در یک سرزمین مبارک زندگی کنه ولی تقوای در او وجود نداشته باشه، هرگز و هرگز به نفع او، به حال او هیچ نفع و فایده نداره. خب پس باز برگشتیم، گفتیم که اصل باز هم تقوا و پرهیزگاری و از خدا ترسیدن است. انسانی که ترس از خدا داره، پرهیزگاری داره، او در نزد خداوند تعالی، در نزد خالقش نسبت به همه مخلوقات نزدیکتر و قریبتر است. خب استاد امام الدین، من نمیفهم که دوستا اگر میان برنامه داشته باشیم، دوستان گرامی در اتاق کنترل میان برنامه آماده است. خب بیننده های عزیز و گرامی با هم با یک میان برنامه نگاه میکنیم. انشالله صحبت هایمان را در همین ارتباط پس از دیدن این میان برنامه دنبال خواهیم کرد. تلفن گویای شبکه جهانی وصال حق. شما بینندگان عزیز می توانید دلگفته هایتان، پیشنهادات و انتقادات، پرسش های شرعی و اخبار اهل سنت را به راحتی و در تمامی ساعات شبانه روز با ما در میان بگذارید. شماره های تماس با ما 2044 12 24 37 88 43 2044 12 24 37 88 47. با سلام و با تشکر از تماس شما بیننده گرامی با سامانه پیامگیر شبکه جهانی وصال حق. لطفاً برای طرح انتقادات و پیشنهادها کلید شماره 1، طرح پرسش های شرعی کلید شماره 2، برای بیان دلگفته هایتان کلید شماره 3، جهت ارسال اخبار اهل سنت کلید شماره 4 و برای ارائه مطالب دیگر کلید شماره 5 را انتخاب نمایید. به بخش انتقادات و پیشنهادهای شبکه جهانی وصال حق خوش آمدید. شما می توانید پس از شنیدن صدای بوق پیام خود را با ذکر نامتان و نام کشور مربوطه مطرح نمایید. لازم به ذکر است که پیام‌های توهین آمیز به هر اعتقاد و یا شخصی حذف خواهد شد. به بخش پرسش‌های شرعی شبکه جهانی وصال حق خوش آمدید. شما می توانید پس از شنیدن صدای بوق پرسش شرعی خود را به صورت مختصر و با ذکر نامتان و نام کشور مربوطه مطرح نمایید. به بخش دلگفته‌های موحدین در شبکه جهانی وصال حق خوش آمدید. شما می توانید پس از شنیدن صدای بوق پیام‌ها و دلگفته‌های خود را با ذکر نامتان و نام کشور مربوطه مطرح نمایید. به واحد خبر شبکه جهانی وصال حق خوش آمدید. شما می توانید پس از شنیدن صدای بوق خبرهای مربوط به اهل سنت را با ذکر نامتان و نام استان و کشور مربوطه برای نشر در شبکه بیان کنید. بیننده گرامی، شما می توانید پس از شنیدن صدای بوق پیام خود را با ذکر نامتان و نام کشور مربوطه مطرح نمایید. برای بازگشت به مرحله قبل کلید شماره 0 را انتخاب نمایید. تلفن گویای شبکه جهانی وصال حق. منتظر صدای گرمتان هستیم. بیننده های عزیز و
گرامی شبکه جهانی وصال حق، بار دیگر خدمتتان عرض سلام و ادب مجدد دارم. قبل از دیدن این میان برنامه، مهمانان عزیز ما هر یک، استاد امام الدین رحیمی و استاد عبدالرحمن فاتح، راجع به حکمت از اینکه خداوند تعالی بشریت را به اقوام و قبیله های مختلف تقسیم بندی نمود و تعریف تعصب قبل از بعثت پیامبر گرامی اسلام و تعصب از دیدگاه قرآن و بالاخره تعصب از دیدگاه سنت پیامبر گرامی اسلام صحبت های داشتند. خب صحبت های من را باز هم در همین رابطه، در رابطه و تعصبات قومی ادامه می دهیم و اکنون از استاد گرامی استاد رحیمی صاحب سوال می کنیم که درباره علل و اسباب تعصب اگر خدمت بیننده های گرامی ما روشنی بیندازید. بله، بسیار سوال مهم و سوال جالب هست. یقینا در هیچ جای شکی نیست هر مرض و هر مشکل اسباب و علل خود را می داشته باشه. به همین نوع، به همین شکل این مرض تعصب و این مرض مهلک نیز اسباب و علل خود را دارند که آیتی که درباره ابلیس، قصه ابلیس که براتون قبلا گفتم، اونجا اشاره میشه که یکی از بارزترین سببی که ابلیس وادار به این کرد که از رحمت خداوند طرد شود، از امر خدا نافرمانی بکنه و سجده نکنه، همین بود که غرور و تکبر کرد. گفت مرا از آتش آفریدی و او را از خاک. اصل ما که آتش از رو به بالا میره و ترقی میکنه، نمیتونه که پیش کسی که همیشه پایین است و پست است سجده ریز شو و سجده بکنه و سرخم بکنه. پس یکی از بارزترین اسباب از این قصه ابلیس این معلوم میشه که غرور و تکبر یک علت و یک سبب بارز برای به وجود آمدن تعصب و این مرض است. البته از اسباب دیگه که تعصب به وجود می آید جهل است، نادانی است، بی‌آگاهی و بی‌خبری از تعلیمات اسلامی هست. آیت ها و احادیثی را که جناب استاد ما و شما در خلال برنامه تقدیم کردیم که تعصب مذمت میکنه و اسلام در میان بنی آدم کدام تفاضل مطلق قائل نیست. البته به تفاضل قائل است که مقید است بر اساس ایمان و تقوا و علم و غیره بود، ورنه به اعتبار عموم هیچ قبیله و هیچ قوم بر بالای قوم دیگر یا اهل زبان بر اهل زبان دیگر هیچ فضیلت و برتری نداشته. پس جهل و بیخبری از این تعلیمات اسلامی و ناآگاهی از این آیات قرآنی و از این احادیث پیامبر صلی الله علیه و سلم که در مورد مذمت و نکهوش تعصب هست، بیخبری و ناآگاهی و جهل باعث شده که این مرض مهلک در میان مسلمان ها سرایت بکنه. البته گفتین یکی از اسبابش است، یکی از اسباب و علل دیگه انتشار تعصب جهل و نادانی است. خب اینجا یک عده سوال میکنند که اگر چنین باشه پس چرا ما میبینیم کسایی که دیگه اهل علم هستند و دانشمند هستند، آگاهی کافی هم دارند، تعصب اینها از اینها هم نوعی از تعصب سر میزنه؟ این رو چی تعبیر کرده میتونیم؟ یقینا در شکی نیست که تنها علم باعث نجات نبوده و نیست. ما شما در آیات متعددی میخوانیم که یهود و نصارا در متعلق دین اسلام و در متعلق پیامبر صلی الله علیه و سلم آگاهی کافی داشتن. حتی خداوند میگه که قسمی که فرزندای خدا میشناسه یهود پیامبر صلی الله علیه و سلم رو به همین شکل میشناسه، اما با وجود از این علم اونا رو وادار نکرد که بعثت و پیامبر صلی الله علیه و سلم قبول بکنه و بر رسالت او ایمان بیاره. پس تنها علم کافی نیست، برای علم عمل ضروری است. بله. ما میتونیم که دومین سبب و اهمترین سبب دیگه این مشکل و این مرض مهلک عدم عمل و عدم تمسک به کتاب و سنت بگردانیم. اینا میدانن، یعنی آگاهی دارند اما عمل نمیکنند. بله، نه تنها علما، حتی عوام ما
تقریبا عامه مسلمان ها میدونه که تعصب واقعا امروز برای هیچ کس بهانه و عذر باقی نمونده که من نمیفهمم. بله. امروز ما طوری که از همین منبر و از همین رسانه هم به گوش ایشان میرسانیم که تعصب از دیدگاه قرآن و سنت نبوی مذمت شده و به این ترتیب به هزارها رسانه دیگر، رسانه های گفتیم نوشتاری و دیداری و شنیداری، امروز صفحات نت همه میخوانند و میشنوند. حتی علما در خطبه ها در منابر در مورد تعصب صحبت های دارند. برای هیچ کس عذر نیست که باز هم بهانه بده که والله ما خبر نداشتم و ما آگاهی نداشتم و این گپا. بله. خب دومترین سببش ما میتونیم میره بگیم که عمل نکردن به کتاب و سنت است. و سبب دیگه‌ای که این مرض در میان مسلمان ها انتشار داده وجود اشخاصی است که یک غرض خاص دارن. بله. وجود اشخاص مغرض، اونا منافع شخصی خود یا منافع دنیوی خود در نظر دارن. پس به خاطر از این در میان مسلمان ها به تعصب و ملیتگرایی و نژاد پرستی دامن میزنن و تا اینکه اونا منافعشان تامین شود و بهره برداری بکنن. بله، مثلا به خاطر رسیدن به چاکی، به منصب، به مال، به دولت یا به یک چیز دیگه دنیایی کوشش میکنه که از عاطفه های قوم و خویش خود، از احساسات نزدیکای خود استفاده بکنه که اینا اونا به خلاف ما هستن، ما یک قوم یا قبیله هستیم، اگرچه خودش ناحق و یک غرضی دنیوی داره، یک منفعت شخصی داره، نه منفعت اجتماعی که به تمام او قوم و قبیله یا او ملت او منفعت برسه. به خاطر یک منفعت شخصی خود این مرض در میان مسلمان ها دامن میزنه و مسلمان هایی که همه ما شما انسان هستیم. انسان دارای احساس و عاطفه هاست. میتونه که یک عاطفه از اینا را، احساسات از اینا را تحریک میکنه و از احساسات از اینا استفاده میکنه و اونها به این مرض مبتلا میشوند. و همچنین از اسباب و عوامل و علل تعصب ما میتونیم بگیم که وجود قوانین غیر منصفه. مثلا یک تنظیم یا یک حزب یا یک حکومت یا یک دولت یا یک قبیله در مجموع عدالت هم مراعات نمیکنه. درست است؟ قوانین وضع میکنه که از قوانین برای عامه فایده نیست، برای یک قوم خاص، برای یک قبیله خاص، برای یک ملت خاص، برای یک اهل زبان خاص، از او اصول، از او مبانی، از او اساس ها و از او قواعد استفاده میکنه. پس وقتی که عدالت تأمین نشد، به عدالت خودش باعث میشه که در میان دو قوم، در میان دو قبیله نفرت ها و کدورت ها و دشمنی ها به وجود بیاید که او به خلاف یکدیگر باز دست و گریبان میشوند. پس که گفتیم از علل و اسباب تعصب هم وجود قوانین غیر منصفه یا عدم رعایت عدالت در جامعه، یا بله میتونیم شما بگین که عدم رعایت عدالت در جامعه. و همچنین از اسباب دیگه برای تعصب یا برای وجود تعصب ما میتونیم این نام ببریم که منافسه و مسابقه، بگیم رقابت یا رقابت های ناسالم به خاطر گرفتن مال یا وسعت دادن رزق یا به خاطر وسعت دادن دارایی. مثلا یک انسان خداوند برش نعمت میکنه، در رزقی از او وسعت و فراوانی میاندازه. وقتی که او را میبینند که دارای مال و دولت شده، کسی دیگه یا قوم دیگه یا قبیله دیگه او را دیده نمیتونه، برداشت کرده نمیتونه. امی ترقی که خداوند در امی وسعت و فراوانی را که خداوند در رزقی از او انداخته، جانب دیگه، طرف دیگه این را دیده نمیتونه. پس برخلاف ازی فکر کنم یکی از علل فرضیت، یکی از حکمت‌های فرضیت زکات و به اصطلاح اعطای صدقه استاد عبدالرحمن همی باشه که همی کدورت و همی بدبینی ها را که از طرف دیگه عامه مردم در قبال اشخاصی که ثروتمند هستند و خدا برشان مال و دارایی داده، دیگه ای را فرض کرده. بله، بدون شک در واقع یکی از حکمت‌های زکات همان برقرار کردن عدالت اجتماعی در جامعه هست که فقیر و غنی را در کنار هم قرار بده.
یا به شکل بگیم محبت و صمیمیت را در میان آنها زیاد بکنه و باعث کدورت در میان آنها نشه. وقتی فقیر ببینه که یک ثروتمند اینقدر مصرف میکنه ولی فقیر هیچی نداره، بدون شک نسبت به او کدورتی در قلب او باقی میمانه و باعث بر این میشه که بر علیه او به هر حال برخیزه و به هر صورت مشکلات در میان آنها به وجود بیاید. خب استاد، از علل دیگری که گفتیم علل دیگر هم داره غیر از این علل های بارز و واضح همی بود که چیزها سبب میشه این مرض مهلک در میان امت اسلامی، در میان فرزندان اسلام سرایت کرده. خداوند ما شما را از این امراض نجات بده. خب جناب استاد رحیمی، بعضی ها سیاستمدار بنامشان، رؤسای قوم و یا هر چه که میبینم، اینا امو به اصطلاح امو ضرب المثل خاصی که میگه تفرقه بینداز و حکومت کن، اینا از پیامدهای این تفرقه هیچ آگاهی ندارند. آیا میپرسیم که کوبیدن بر طبل تعصب و تفرقه چه پیامدها و تبعات در پی داره؟ بدون شک یکی از مسائلی که در واقع میتواند پیامدهای بدی که دنبال داشته باشه تعصبات قومی، همان موضوع نافرمانی از دستورات خداوند متعال جل جلاله و پیامبرش هست. ما آنچه از اول برنامه تا حال میگوییم از آیات قرآن کریم و احادیث پیامبر صلی الله علیه و سلم هست. خب استاد، قبل از اینکه گفتیم به این موضوع اشاره کنیم، اگر علل دیگری هم، علل و اسباب دیگری هم تعصب داره، شما میتونیم به او اشاره کنیم پیش از اینکه به پیامدهایش؟ بسیار خوب. من هم یک تعلیقاتی به صحبت‌های استاد عزیز و برادر گرامی خود دارم که بدون شک همان عدم آگاهی از قرآن کریم، بله، عدم آگاهی از قرآن کریم و احادیث پیامبر صلی الله علیه و سلم میتواند در واقع بزرگترین دلیل بر این باشه که جامعه را به سمت سوی تعصب بکشانه. ما قبلا اشاره کردیم که پیامبر صلی الله علیه و سلم وقتی در مدینه آمدن معاخات و برادری در میان مهاجرین و انصار، در میان اوس و خزرج و در میان عموم گذاشتن. قرآن کریم برای ما اشاره میکنه به این موضوع، میگه واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. شما کسایی بودین که در میان خود تعصب داشتید، جنگ داشتید، ولی پروردگار متعال چه کار کرد؟ در قلبهای شما اخوت و برادری انداخت. اگر یک مسلمان، حالا ما طرف سخن ما با برادران افغانی ما، بله، چون برنامه ما یعنی بیشتر البته وقتی افغانی هدف ما کل مسلمان هست، یعنی کل مسلمان ها، ولی به خصوص برادران افغان میگم که بیشتر در میان اینها این مرض متاسفانه شیوع کرده. حالا برادری که پشتون هستی، برادری که تاجیک هستی، برادری که ازبک هستی، برادری که هزاره هستی، از هر قشر و گروهی که هستی، آنچه که امروز مثلا در افغانستان تحقیق شده میگن بیش از 55 قوم در افغانستان امروز زندگی میکنن. بله، همه 55 قوم، همه را میگویم. اگر از قرآن کریم آگاه باشن که قرآن کریم میگه یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، مشکل حله. بله. اگر به سنت پیامبر صلی الله علیه و سلم و به حدیث پیامبر علیه الصلاه و السلام مراجعش، وقت پیامبر صلی الله علیه و سلم میگن که با صراحت کامل میگن ان الله اوحى الی ان تواضعوا حتی لا یفخر احد علی احد ولا یبغی احد علی احد. خداوند بر من وحی کرده، خداوند بر من فرستاده، وحی کرده که شما متواضع باشیم در مقابل هم دیگر، متواضع فروتن باشیم، هیچ کس بر کس دیگر تجاوز نکنه، هیچ کس بر کس دیگر فخر نکنه. برادر پشتون حق نداره بر تاجی که ما با عنوان مثال فخر بکنه و برعکس آن برادر تاجیک ما بر پشتون ما هم باید و ازبک ما به این ترتیب. بله، هیچ کس حق نداره که بر کسی دیگر فخر فروشی بکنه و برای خود فضیلت تراشی بکنه. یکی بگه که من این فضیلت را دارم، یکی بگه من این فضیلت را دارم. باور کنید که هیچ کدام شما بر دیگری فضیلت نداره جز به تقوا. بله، پیامبر صلی الله علیه و سلم در حدیث می‌فرمایند که کسانی که به پدران خود آنها افتخار می‌کنند و افتخار جز این ندارند و فضیلت جز این ندارند که به پدران خود افتخار بکنند، اینها در نزد خدا به اندازه کنغوزی هم ارزش ندارند. سبحان الله، کنغوزی که
آدم حشره؟ بله. حشره بسیار خورد. اینها بسیار حتی در ناچیز. نزد خداوند متعال به اندازه همین کنغز هم ارزشی ندارن. کسانی که همچون افتخارات میکنند. پس بنابراین برادرانی که هستند، خواهران ما، همه مسلمانان، به خصوص برادرانی که در افغانستانن، مسلمانانی که در افغانستانن، این را متوجه باشند که اگر علم داشته باشند به قرآن کریم و به احادیث پیامبر صلی الله علیه و سلم، این احادیث را ببینن، فکر نمی کنم که کسی مسلمان باشه و دیگه افتخار به این موضوعات بیجا و بی اساس بکنه. بدون شک از اینها، از دنبال اینها کنار میره. این یک تعلیق بود به صحبت. این اساسایی است که فکر کنم که دائم استعمارگرها، کسایی که دنبال استعمار و دنبال استبداد هستند، اینا. چنانچه ما بارها یک شعر از استاد مرحوم استاد خلیلی است که دائم دیگه در ذهن من میاد. شعری است که میگه استاد خلیلی، ما صحبت های متوجه برادرای افغانی است، چون گفتیم که این برنامه هم مختص به افغان هاست. استاد خلیلی میگه که هزاره کیست، ازبک کیست، پشتون چیست، تاجک چیست، اساس فرق سازی های استعمار را بشکن. خب استاد، ما دائم این بیت ذکر میکنم. واقعا دشمن و استعمارگرها دائم قومیت و سمت و به اصطلاح زبان و رنگ و این مسائل اساس برای استعمار و استبداد خودشان قلمداد کرده. خب من صحبت‌های شما را قطع کردم بعد از اینکه شما به صحبت‌های استاد تعلیقی داشتین. خب سوال ما این بود که کوبیدن بر طبل تعصب و فرقه‌گرایی، البته قومیت، از نگاه قومیت چی تبعات و پیامدهایی داره؟ شما را صحبت‌هایتان ما ابتدا هم قطع کردم استاد. اولین پیامد که گفتیم همان نافرمانی خداوند جل جلاله و پیامبرش صلی الله علیه و سلم هست. از اول برنامه آنچه که ما آیاتی به خدمت بینندگان گرامی بیان کردیم، بدون شک بیانگر این بود که مسئله تعصبات قومی در اسلام جایگاهی نداره و مخالف اسلام هست. پس بناهن کسی که متعصب هست به قومیت خود، به نجات خود، به ملیت خود افتخار میکنه و نسبت به دیگران فخر فروشی میکنه، اولین پیامد بدی که داره برای خودش باز میگرده نافرمانی خداوند متعال جل جلاله. سبحان الله. نافرمانی پیامبر صلی الله علیه و سلم هست. برادران مسلمان، وقتی خداوند متعال جل جلاله میگه و ما کان لمؤمن ولا مؤمنه اذا قضى الله ورسوله امرا ان یکون لهم الخیرة من امرهم، هیچ اختیار حالا نداری. وقتی آیات قرآن شنیدی، وقتی احادیث پیامبر صلی الله علیه و سلم را شنیدی، هیچ اختیاری نداری جز این که بگی تسلیمم. در مقابل آیات قرآن باید تسلیم شد. استاد اگر صحبتای شما قطع نشه، وقتی که ما میگیم اسلام، مسلمان، وقتی که میگیم من مسلمان هستم، در دایره اسلام داخل میشی، یعنی تو تمام قوانین و مقررات شریعت اسلامی را باید با دل و جان بخری و الا ادعای مسلمان بودن تو زیر سوال میره. درست است استاد؟ بله بدون شک. این موضوع هم همین قاعده را داره. اگر این که انسان تنها ادعا بکنه من مسلمانم ادعا، خب در ادعا که چیزی نمیشه. باید ثابت بکنی. آیات قرآن عظیم و شان برای ما این میگه، احادیث پیامبر صلی الله علیه و سلم غیر از آن چیزی میگه که توی مسلمانی که متعصبی انجام میدی برای ما بیان میکنه. پس بناهن اولین پیامد بدی که داره، ای برادر مسلمان، خواهر مسلمان، ای افغان، ای پاکستانی، هر جایی که هستی، هر جایی که هستی صدای ما رو میشنوی، تعصب یعنی پشت پا زدن این همه آیات قرآن. تعصب یعنی پشت پا زدن احادیث پیامبر، اقوال پیامبر صلی الله علیه و سلم. به این معناست. این اولین پیامد که بسیار بده و برای یک انسان مسلمان شایسته نیست. سبحان الله. واقعا. پیامد دوم، این پیامد فردی بود، پیامد اجتماعی هست، به اجتماع برمیگرده که همانا اختلاف افتادن در میان امت اسلام هست. چیزی که امروز واقعا ما از ناحیه آن واقعا ضربه میخوریم و همه امت اسلام شکایت دارن، همانا تفرقه هست، تفرقه و اختلاف در میان امت اسلام.
باعث بر این شده که این تعصبات اختلاف فراوان در میان امت اسلامی بیاندازه. زمانی بود در یک صف ابوبکر رضی الله عنه، صحابی جلیل القدر پیامبر علیه السلام، عرب در همان صف، بلال حبشی که یک غلام هست در همان صف، سیاه‌پوست، صهیب از روم در همان صف و به همین ترتیب سلمان از فارس در یک صف قرار میگیرن. پیامبر علیه السلام میگن سلمان از اهل بیت ماست. سلمان و منا آل البیت. من اهل البیت. بله. به همین ترتیب وقتی که تعصب در میان آمد، اختلاف در میان میآید بدون شک. این از جمله ضروریات تعصب است. اول تعصب دنبال آن حتمی است که باید اختلاف به وجود بیاید. امکان نداره که تعصب وجود داشته باشه و اختلافی در پی نداشته باشه. بنابراین یکی از اهدافی که دشمنان اسلام پی میگیرن همین است. وقتی تعصب به وجود آمد، اختلاف در میان امت اسلام به وجود میاد. وقتی امت اسلام در میان آنها اختلاف آمد، فتذهب ریحکم، سبب نابودی و بربادی میشه. اینجاست که مسلمان ها را نابود میکنه. اینجاست که آن خاصیتی که یک انسان مؤمن داره از دست میده. امت اسلامی کاملا از هم میپاشه. یعنی امت اسلامی مثل یک جسد واحدند. المؤمنون كرجل واحد. مؤمنین مثل یک جسد واحدند. وقتی که تعصب به وجود آمد، اختلاف را دنبال داره. وقتی اختلاف آمد، تکروی میشه. هر کس به تنهایی خود دیگه. بله. برای خود. بله. امروز مسلمانان در سوریه شهید میشن چون تعصب داره برادر ما. متعصبه، میگه به من چی؟ خیلی واضح میگه به من چی؟ سبحان الله. یعنی پروایی نداره به این موضوع، چون تعصب داره. میگه اون عربه. سوریه. بله، به من چی؟ یا کسی از کشورهای عربی به عنوان مثال متعصبی، بله. شخص متعصبی بگه آن چی در افغانستان اتفاق میفته به من چی؟ به من هیچ ربطی نداره. من عرب هستم و عجم است. کشور من آرامی است. این که در افغانستان چی اتفاق میفته به من ربطی نداره. در ولایت ها به عنوان مثال آنچه در هرات اتفاق میفته، شخصی که در کابل میگه به من چی؟ در تخار اتفاق میفته، در بدخشان میگه به من چی؟ به همین ترتیب اینها با همدیگر تعصب به وجود میارن. یا شخصی که مثلا تاجیک است برای اتفاقی میفته، شخصی که پشتون میگه به من چی؟ به من ربطی نداره. شخصی که هزاره است برایش اتفاق میفته، ازبک میگه به من چی؟ و برخلاف و برعکس اینها. وقتی این گونه شد، مسلمان ها در واقع متفرق میشن، متشدد میشن، هر کدام به یک راه میروند. اگر امت اسلام تعصب را بگذارن کنار و گرداگرد قرآن کریم، همان چنان که خداوند متعال جل جلاله میگه واعتصموا بحبل الله جمیعا ولا تفرقوا، گرداگرد قرآن جمع بشن، تعصبات را بگذارن کنار. عرب و عجم رویش را خط بکشند، افغان و پاکستان رویش را خط بکشند، همه بگن ما بر یک کلمه واحد متفق هستیم. آن چی هست؟ استاد صحبتاتون باز قطع کردم. وقتی که اسلام هم یکی از ثمره ها و برکات دین مبارک اسلام هم است که بر سر اقوام و قبیله و به اصطلاح زبان اینا خط بطلان میکشه. بله بدون شک. ما آیاتی که قبلا اشاره کردیم و حدیثی که قبلا برای شنوندگان گرامی من و استاد و شما بزرگوار بیان کردیم واضح شد. شنونده های گرامی، بیننده ها، البته بیننده های گرامی و شنونده های گرامی، بله بدون شک این یک امر طبیعی هست. بله. امر طبیعی هست که ما مسلمان ها اگر تعصب در میان ما به وجود بیه، اختلاف به وجود میه و به همین ترتیب گفتیم اگر اختلاف به وجود آمد، امت اسلام پراکنده میشه و تکه تکه میشه، مثل که امروز متاسفانه امت اسلام به این روز و به این حالت افتاده که الله متعال جل جلاله را خوانیم که امت اسلامی را گرداگرد قرآن و گرداگرد سنت پیامبر صلی الله علیه و سلم بر اساس آنچه که خداوند خودش دستور داده واعتصموا بحبل الله جمیعا جمع بشیم تا ان شاء الله این تعصبات را بگذاریم کنار. عرب نگوید که این عجم است، عجم نگوید این عرب است، سیاه‌پوست نگوید این سفیدپوست است و برعکس آن. از کشورها این نگوید که این از فلان کشور است، این از فلان کشور است. فقط بر اساس و بر محور قرآن و بر محور ایمان. منم ایمان دارم، آن برادر مسلمان هم ایمان دارد.
آن هم امت محمد صلی الله علیه و سلم است، منم امت محمد صلی الله علیه و سلم. و بر همین ترتیب این چیزها که جمع شد ما را گرداگرد اسلام و گرداگرد سنت پیامبر و قرآن عظیم الشان جمع میکنه و اینجاست که تعصبات را دور میکنه. بناهن اصل سخن از دست نره. از تبعات و پیامدها بود. بله. از پیامدها یکی این بود که گفتیم پیامد اجتماعی اش، بله. که اختلاف در پیامد میانه فردی بود و پیامد اجتماعی. بله. اینها یکی اختلاف در میان امت اسلامی میفته و یکی هم که گناه بزرگی انسانی که متعصب مرتکب میشه. خب استاد رحیمی اگر شما چیز اضافه؟ جناب استاد پیامدهای خیلی جالب را اشاره کردن. من دو نکته دیگر اشاره میکنم بر اضافه صحبت های جناب استاد. جناب استاد گفتن که یکی از گناه های کبیره است، یعنی پشت پا زدن کتاب و سنت است. واقعا من کمی فراتر میرم. به نظر من قسمی که پیامبر صلی الله علیه و سلم در یک حدیث شراب نوشیدن را ام الخبائث مینامه، یعنی مادر گناه ها. شراب نوشیدن گناهی است که مادر دیگر گناه ها، چون از این گناه های دیگه به وجود میآید. وقتی که انسان شراب می نوشه باز نمیفهمه که چی میکنه. بله. باز زنا هم میکنه و قتل هم میکنه، دزدی هم میکنه، هر کاری که از دستش بیاد میکنه و نمیفهمه که چی کرده روان هست. امروز تعصب و عصبیت و قوم پرستی جای همان شراب را تقریبا گرفته، یعنی مادر دیگر گناه ها شده. قسمی که شراب عقل انسان میپوشانه و انسان نمیدونه که چی میکنه، تعصب و عصبیت چشم انسانه کور میکنه، انسان اصلا نابینا جور میکنه، فرق میان حق و باطل نمیتونه بکنه. مثلا اگر خیشش امرای کسی درگیر هست، اگرچه بنا حق است، ظالم هست، ولی چون تعصب و عصبیت ایرا کور کرده، از دیدن حق فکر بکنه که او مظلوم است، بیا در پهلوی او ایستاد شون. پس این باعث می شود که گناه های دیگه هم به وجود بیاید. استاد گفتن که افتراق و تشتت که به وجود آمده، میبینیم ما و شما که همه مسلمان ها دست به گریبان یک دیگر هستیم ما و شما، و این دست به گریبان یک دیگر بودن ضعف مسلمان ها را به وجود آورده. که امروز ما مسلمان ها قسمی که استاد اشاره کردن در سوریه کشته میشه، ما میگیم از ما که نشده دیگه، اگر در پاکستان میشه و ما ربطی نداره. پس این ذلت هست، در حقیقت ذلت مسلمان هاست، ضعف مسلمان هاست که دشمن هر کاری که میخواه میکنه. چرا؟ چون تعصب چشم ما را کور کرده که حق برادر مسلمان خدا بدانیم. حقوقی را که پیامبر صلی الله علیه و سلم بر یک مسلمان بر بالای مسلمان دیگه خوانده و گفته، او حقوق دیگه دیده نمیتونیم. پس این هم از جمله پیامدهایی است که بر اضافه اون چیزی که استاد اشاره کردن. خب سلامت باشین استاد. خب بینندگان عزیز و گرامی، باز هم میریم و سراغ یک میان برنامه و انشاءالله طوری که گفتیم باز هم صحبت ها را روی همین محور ادامه خواهیم داد. خوشا بانگ قرآن و آهنگ آن که جان و روان را کند شادمان. خوشا بانگ قرآن و آهنگ آن که جان و روان را کند شادمان. سراسر همه حکم پروردگار، از او زنده راه و رهی روزگار. سراسر همه حکم پروردگار، از او زنده راه و رهی روزگار. خوشا بانگ قرآن و آهنگ آن که جان و روان را کند شادمان.
همه حکم او حکم محکم بود، همه راه او راه اقوم بود. خوشا بانگ قرآن و آهنگ آن، که جان و روان را کند شادمان، که جان و روان را کند شادمان. سراسر همه تن به کشتن دهیم، از آن به که قرآن به دشمن دهیم. سراسر همه تن به کشتن دهیم، از آن به که قرآن به دشمن دهیم. خوشا بانگ قرآن و آهنگ آن، که جان و روان را کند شادمان، که جان و روان را کند شادمان. علومی صنایع از او زنده شد، علومی صنایع از او زنده شد، از او عصر دانش برا زنده شد، از او عصر دانش برا زنده شد. خوشا بانگ قرآن و آهنگ آن، که جان و روان را کند شادمان. جهان را نماید بهشتی برین، کلام خداوند جان آفرین. جهان را نماید بهشتی برین، کلام خداوند جان آفرین. خوشا بانگ قرآن و آهنگ آن، که جان و روان را کند شادمان، که جان و روان را کند شادمان. دلش روشن از نور ایمان بود، هر آن کس که حامی قرآن بود. دلش روشن از نور ایمان بود، هر آن کس که حامی قرآن بود. خوشا بانگ قرآن، خوشا بانگ قرآن و آهنگ آن، که جان و روان را کند شادمان، که جان و روان را کند شادمان. چو قرآن نباشد تن من مباد، بدین بوم و بر زنده یک تن مباد. چو قرآن نباشد تن من مباد، بدین بوم و بر زنده یک تن مباد. خوشا بانگ قرآن و آهنگ آن، که جان و روان را کند شادمان. مشو ای جوان آن از آن جدا، مشو ای جوان آن از آن جدا. هدایت بجو از کلام خدا، هدایت بجو از کلام خدا. خوشا بانگ قرآن و آهنگ آن، که جان و روان را کند شادمان، که جان و روان را کند شادمان. خوشا بانگ قرآن و آهنگ آن، که جان و روان را کند شادمان، که جان و روان را کند شادمان. بینندگان گرامی شبکه جهانی وصال حق، پس از دیدن میان برنامه باز هم یک بار دیگر خدمت شما هستیم. طوری که صحبت کردیم، موضوع این هفته برنامه من تعصبات قومی است. البته در دقایق که باقی مانده، دقایق باقی مانده برنامه من انشالله تماس های بیننده های عزیز را دریافت میکنیم و شماره های تلفن برنامه روی پرده زیرنویس شده انشالله.
و منتظر پیام ها و تلفن های بیننده های عزیز و گرامی هستیم. از دوستان گرامی که تماس میگیرند تقاضا میکنیم که مقید به موضوع برنامه باشند. موضوع برنامه تعصبات قومی است. هر کسی که البته خارج از موضوع برنامه صحبت میکنه دیگه به اجازهشون باز ما مجبور هستیم که فرصت به بیننده بعدی بدیم. خب استادان گرامی، هر یک استاد رحیمی صاحب و استاد عبدالرحمن فاتح خدمت ما هستند و ما داشتیم قبل از گرفتن میان برنامه در مورد علل و اسباب تعصب و همچنین پیامدها و تبعات تعصب صحبت میکردیم و گفتیم که دیگه یکی از علل و اسبابش که استاد ذکر کردن علت جهل و نادانی بود که جهل و نادانی البته طوری که اشاره کردیم امروز بهانه نیست که کسای بهانه بگیرن. خب دوستان گرامی، ما از اتاق کنترل اشاره میکنن که بیننده هایی داریم که پشت خط تلفن منتظر هستند. ما بیننده اول را میگیریم. سلام علیکم. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. بیننده عزیز و گرامی، از کجا صحبت میکنین و اگر میشه خود معرفی کنین؟ من ذبیح الله هستم از ولایت بغلان و فعلا در دبی زندگی میکنم. سلامت باشین برادر ذبیح الله، بفرمایین. موضوع برنامه گفتیم تعصبات قومی است. بله، تعصبات قومی در افغانستان بسیار زیاد شده و سبب از این تعصبات که از اکثر رهبرایی که به خاطر منفعت ذاتی خود هستند، آنها که از این تعصبات را ایجاد میکنند به خاطر اینکه میگن مثال است، میگه آقا خود کمایی بگی، این کار را آنها انجام میدهند در افغانستان. اول در افغانستان بالکل کسی تعصب نداشت، افغان تاجیک نمیشناخت، تاجیک افغان نمیشناخت، هزاره ازبک، این سخنان بالکل وجود نداشت. همه یک مسلمان بودن به خاطر یک کلمه. وقتی که دشمنان اسلام دید که در افغانستان به چی طور حکومت کنند، آنها گرفتن چند کسایی را در بیرون تربیت کرده در افغانستان ارسال کردند و به ذریعه از اونها این تعصبات را ایجاد کرد. امروز در منطقه افغانها وقتی که یک چیز میشه، کار صورت میگیره و تاجیکا خوشی میکنن، میگه خوب شد که اونها را زدن، میگه اونها ظالما بودن، اگر سر تاجیکا میشن. این چی گونه است که غلط فرهنگ و کسایی که به خاطر منفعت ذاتی خودشان این کار را کردن که به خاطر اینکه بس حکومت خودشان ایجاد شود و حکومتشان منفعتشان پایدار باشه و گفت که من از تاجیکا حمایت میکنم، افغانا گفت من از افغانا حمایت میکنم و ما دعا میکنیم خداوند تعالی یک رهبری بر ما نصیب کند که همه تعصبات را از بین برده. کلمه لا اله الا الله محمد رسول الله را. سلامت باشین برادر ذبیح الله. سوالی هم دارین؟ نه بخیر، تشکر. سلامت باشین. سلامت باشین. سلامت باشین. سلامت باشین. سلام علیکم. خب استاد گرامی، تا اینکه خب بیننده دیگری هم پشت خط هستند، ما این تماس هم دریافت میکنیم. بفرمایید برادر. بفرمایید. سلام علیکم. برنامه قلب آسیا. بفرمایید برادر. برادر خودم معرفی بکنین. برنامه قلب آسیا، موضوع برنامه تعصبات قومی. کی هستین و از کجا صحبت میکنین؟ کی هستین برادر؟ مهدی از ایران. خب از ایران بفرمایید. خسته نباشین. سلامت باشین. انشالله شما را خدا انشالله جزای خیر بده. انشالله برای همه دعا کنیم که انشالله من که خودم نماز نمیخونم، کار نمازی میکنم، انشالله دعا کنیم که من انشالله نمازی بشم
ولی جانم را فدای ابوبکر و عمر و عثمان مادر من عایشه میکنم. پس انشالله خدا دیگه خدا عمر من نذاره رو عمر شما، انشالله عمر شما رو خدا بیشتر کنه که برای دین الله زحمت میکشه. بچه لا اله الا الله محمد رسول الله رو گرفتین دستید. خدا شما رو انشالله جزای خیر بده. سلامت باشین برادر، سلامت باشین، سلامت باشین. خداوند شما و همه مسلمانان را به راه راست هدایت بکنه و ما را به طاعت و عبادتش همیشه ثابت قدم و پایدار داشته باشه. خب بیننده بعدی دیگه ما بفرمایید برادر. بفرمایید. سلام علیکم. سلام علیکم. سلام علیکم. برنامه قلب آسیا. سلام علیکم. برنامه قلب آسیا. بفرمایید برادر. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. میشه خود معرفی بکنین و از کجا صحبت میکنین؟ معراج الدین هستم از تخار و تماسلم. سلامت باشین برادر معراج الدین. بفرمایید. استاد عزیز، اول سلام به شما و به مهمانان برنامه شما. مهمانان شما یقینا موضوع جالب را زیر بحث قرار دادن، اما قسمی که جناب اونها فرمودن که تعصبات یک مرض بد و مهلک است، یعنی اینا زیادتر بالای تعصبات قومی، نژادی و منطقوی بحث کردن. بله برادر. چه میشد که اینها بالای تعصبات مذهبی نیز مکس میکردن و بحث میکردن، چون در افغانستان امروز خب استاد منطقوی، نژادی و لسانی است، همچنان تعصبات مذهبی نیز کمر مردم افغانستان را شکستانده. یعنی کسایی که تقلید و یا تعصب از یک مذهب و یا از یک روش و یا طریقه را میکنن، اونها بالکل قسمی که در تعصبات سمتی خود پابند هستند، همچنان به تعصبات مذهبی خود محکم و کمربسته هستند که هیچ چشمی دیدن به کدام دلیل و یا آیت و حدیثی را هم ندارن. میشه که شما روی موضوع هم با مهمانانتان بحث بکنید. سلامت باشین برادر معراج الدین. شما کدام سوال مشخصی هم دارین یا فقط نظرتون بودین؟ فقط نظر ما بود. خب برادر معراج الدین از طریق گوشی تلفن گوش بکنین. طوری که برادر معراج الدین اشاره کردن، گفتن که ما در این برنامه روی مسائل به اصطلاح تعصبات مذهبی صحبت نکردیم و انشاءالله در این رابطه عنقریب به برنامه ویژه خواهیم داشت در زیر عنوان تعصبات مذهبی. خب ما میریم به سراغ بیننده دیگر ما. بفرمایید برادر. بفرمایید. سلام علیکم. سلامت باشین. خود معرفی بکنین، از کجا صحبت میکنین؟ ما سعید از ایران هستم. سعید از ایران. خب بفرمایید برادر. سلام. و علیکم السلام. بفرمایید. موضوع برنامه تعصبات قومی است برادر. بفرمایید. سعید هستم از ایران. شنیدم آقای سعید از گوشی تلفنتان به صدای ما گوش بتین. صدای شما را شنیدیم آقای سعید از ایران. بفرمایید. گفتیم برنامه قلب آسیا و موضوع برنامه تعصبات قومی است. از خدمت شما همکاران عزیز و دوستان که ما تعصبات قومی زمانی که پیغمبر صلی الله علیه و آله دیگه تموم شد، دیگه مسلمانان همه یکی هم دیگه کلمه خوندن لا اله الا الله محمد رسول الله، همه یکی هم دیگه با این کلمه دیگه همه تعصبات رو بل بذارن کنار، که بلوچن، که افغان، که فارسن، همه مسلمانیم، همه یکی. سلامت باشین برادر. همه بچستن به کلمه لا اله الا الله محمد رسول الله. واقعا بذارن کنار. بله حرفایتون درست است برادر. شما تشکر میکنم. سلامت باشین. انشالله الله تعالی دین پیشرفت بده و آن کسانی که به خاطر دین خدمت میکنن الله عمر اونا رو زیاد بکنه و اونا توفیق بده. دیگه امری نداریم. خدا نگهدار شما باشه. سلامت باشین برادر سعید از ایران. سلامت باشین. خداوند شما رو جزای خیر بده. خب بیننده دیگه هم پشت خط داریم. بفرمایید برادر محترم. سلام جناب، خسته
نباشید. و علیکم السلام، سلامت باشین برادر. بفرمایید. برنامه قلب آسیا، موضوع برنامه تعصبات قومی. مرسی. من از دانمارک تماس میگیرم، میخواستم عرض ادبی کرده باشم از دانمارک. برای سال نو و همین که راجع به این تعصب صحبت کنم. بله بفرمایید سید. بفرمایید، خدمت شما هستیم. بله. الو. بفرمایید برادر، بفرمایید. سلام جناب، خسته نباشید. سلامت باشین برادر. از دانمارک ما صدای شما را داریم، بفرمایید. زنده باشید. من قبل از اینکه به موضوع تعصب قومی بپردازم، چون سال نو هست، سال نو فارسی زبانان هست، این سرزمین پهندشت ایران و افغانستان و تاجیکستان همه جا هست. بفرمایید برادر. سال رو به شما، به همه هموطنانم در هر گوشه از جهان که هستند تبریک میگم. امید که سال پربارشون باشه، سال تندرستی باشه براشون. درست. سلامت باشین برادر. بفرمایید به اصل موضوع. موضوع در تعصب هست. اصولا وطن من، تعصب دشمن انسانیت هست. تعصب کور، چه مذهبیش باشه، چه قومیش باشه، چه ناسیونالیستش باشه، وقتی کور هست بعد از آگاهی و روشن فکری نیست، دشمن انسانیت هست، دشمن بشریت هست. این اون چیزی که میشه از تعصب گرفت. ولی تعصب روشن، تعصبی که واقعی باشه، برای تعصب دینیت باشه، این افتخار انسان تعصب در دینش داشته باشه، در مذهبش داشته باشه. خب ما برادر اشاره کردیم که تعصبات قومی است. موضوع برنامه تعصب قومی تعصبی است که امروز این منطقه ما رو به آتش کشیده. بله. و اگر این تعصب بود، این منطقه به آتش کشیده نمیشد، به خون هموطنان بیگناه ما به زمین ریخته نمیشد. تعصب دشمن عقل. سلامت باشین. خب برادر سلامت باشین. تشکر از تلفنتان و از نظر. از هموطن، از مهمانان عزیز شما هم تشکر کنم. در رابطه با تعصب کور و تعصب غیر آگاهانه صحبت کنم و دل به هم نزدیک کنم. انشالله. سلامت باشین برادر. سلامت باشین. خدای بزرگ میسپارم و تندرستی برای هموطنانم در گوشه جهان. سلامت باشین. خب بیننده بعدی. سلام علیکم. سلام. و علیکم السلام و رحمت الله. بفرمایید برادر. میخواستم در مورد برنامه یه نظر داشته باشم. خب گفتم از کجا صحبت میکنین و کی هستین برادر؟ اگر میشه خودتان معرفی بکنین. از ایران. از ایران. خب بفرمایید. خدمتتان هستیم برادر. خسته نباشین. سلامت باشین، موفق باشین. بفرمایید. میخواستم در خصوص برنامه‌تون یه نظری داشته باشم. مثل که برنامه تعصبات قومی هست، همونطوری که هممون میدونیم. بله بفرمایید، خدمتتان هستیم. بفرمایید برادر. صدای شما را داریم ما. کشورهای مثل ایران و سایر کشورهایی که تو کشورهای مختلف بفرمایید برادر روی خط. به نوع تعصبات قومی ایجاد میکنن. ازتون خواهش میکنم یه فرهنگسازی بکنین برای ملت افغانستان که به هر نوعی نذارن کشورهای دیگه بیان تو کشورشون بین مردم اختلاف بندازن. ممنون، متشکرم. سلامت باشین برادر، از حسن نظرتان. سلامت باشین. خب بیننده بعدی را میگیریم. سلام علیکم برادر. سلام علیکم. بفرمایید برادر. شما از صدای ما را از طریق گوشی تلفن اگر بشنوین خوبتر است، چرا وقتی از طریق پرده تلویزیون صدای ما را میشنوین 10 ثانیه به تاخیر میفته که تا اینکه صدای ما به شما برسه و صدای شما با ما. بفرمایید برادر. بفرمایید. سلام علیکم. و علیکم السلام. کی هستین و از کجا صحبت میکنیم برادر؟
آقای ناصر بفرمایین. موضوع برنامه تعصبات قومی است. از برنامه خودتون تشکر کنم. سلامت باشین برادر، سلامت باشین. خدمتتون هستیم، بفرمایین. خدمتتان عرض کردیم برادر ناصر که از طریق گوشی با ما در تماس باشین. خب صدای برادر سلامت باشین برادر، سلامت باشین، خدا حافظ شما. خب بیننده بعدی را میگیریم. سلام علیکم. سلام علیکم، بفرمایید برادر. برنامه قلب آسیا خدمت شما هستیم. موضوع برنامه تعصبات قومی است. سلام علیکم، خسته نباشید. سلامت باشین برادر، سلامت باشین، بفرمایید. کی هستین و از کجا صحبت میکنین؟ من مرزا هستم، از ایران خدمتتون زنگ میزنم. آقای مرزا بفرمایید برادر. یک پیام دارم برای ملت‌های فارسی زبان به خصوص ایران، افغانستان عزیز و تاجیکستان و دیگر کشورهایی که زبان فارسی دارند. خب ما علاوه بر زبان فارسی که مشترک هستیم، در دین خدا هم مشترک هستیم. باید دست به دست هم بدیم و از این سه کشور یک کشور بزرگ تشکیل بدیم به امید خدا که دیگر کشورهای دشمنان همجوار ما نتوانند. برادر مرزا صدای ما را دارین؟ صدای شما دارم. خب ما چرا نگیم همه برادرهای همه کشورهای اسلامی دست به هم بدیم و دیگه متفقا در برابر دشمنان دین قرار بگیریم. از اینکه بگیم کشورهای فارسی زبان، وقتی فارسی زبان بگیم آرزوی دینی ماست که همه کشورهای با هم در وضعی اول متحد بشن. سلامت باشین، سلامت باشین. راه طولانی است. ما در اول کشورهای همزبان فارسی رو فعلا متحد بکنیم. ما خب گفتیم البته بر اساس دین، البته بر اساس دین، چرا که وقتی که دین نباشه، وقتی که اساس ما دینی نباشه، طوری که ما در برنامه هم صحبت کردیم، اساس دین اسلام است. به اساس دین اسلام البته گرد هم جمع شویم. قبول، ولی متاسفانه سران دیکتاتوری که بر حکومت‌های بر کشورهای اسلامی حاکم شدن مانع از اتحاد اسلامی هستند و نمی‌گذارند. ما ملت‌ها باید با دید باز و فرهنگ علمی اسلامی را حکام دیکتاتور را کنار بزنیم. سلامت باشین برادر، از اسلامی به وجود بیاوریم. سلامت باشین، از حسن نظرتان برادر مرزا از ایران. خب بیننده بعدی را میگیریم برادر. بیننده بعدی. سلام علیکم. برنامه قلب آسیا. سلام علیکم. سلام علیکم. برنامه قلب آسیا، موضوع برنامه تعصبات قومی، بفرمایید. و علیکم السلام و رحمت الله. سلامت باشین برادر، از کجا و کی هستین؟ فقط تماس گرفتیم، کامیل از ایران، استان گلستان. فقط تماس گرفتم که تشکر کنم از برنامه خیلی خوبتون. سلامت برادر، تشکر از شما از حسن نظرتان. خب یک بیننده دیگر هم میگیریم باز سوالایشان. بفرمایید برادر. سلام علیکم. بله بفرمایید. بفرمایید، انشالله که در رابطه با موضوع برنامه باشه. بفرمایید، برنامه قلب آسیا. بفرمایید برادر. بفرمایید ما صدایتان داریم، صدای ما را میشنوین؟ با استاد. بفرمایید استاد، بفرمایید، خدمتتان هستیم. الو برادر عزیز، از طریق تلفن اگر صدا را بشنوین بهتر میشه، به خاطر که اگر از طریق تلویزیون صدای ما را بشنوین تقریبا گفتیم 10 ثانیه صدای ما دیگه به تاخیر میفته تا که در شما میرسه. بفرمایید آقا. بفرمایید، خدمتتون هستیم. خب مثل که صدای بیننده. و علیکم السلام و رحمت الله. بفرمایید برادر. استاد ما یک سوالی داشتیم. بفرمایید. سوال ما این بود که پدری حضرت عمر فاروق کی بود؟
برادر عزیز و گرامی، ما صحبت‌های ما گفتین موضوع برنامه تعصبات قومی است. قبلا هم اشاره کردیم که اگر در ارتباط با موضوع نباشه ما دیگه با عرض معذرت صحبتتان قطع میکنیم. سلامت باشین برادر. خب تا خدمت استادای گرامی میریم و سوالات، البته اکثرا نظریات به تایی که سوالات باشه. تقریبا 10 تن از بیننده های ما سوالات را مطرح کردن که اولین بیننده ما البته از دبی بودن، برادر ذبیح الله، که گفتن که یکی از علل تعصبات البته در افغانستان اشخاصی هستند که به نفع خود بهره برداری میکنن، که البته به نظرشان است دیگه بعضی از رهبرها و شخصیت ها اشاره کردیم. ما هم تقریبا در اسباب و علل تعصب وقتی که صحبت کردیم یک علل و یک سبب از اسباب همین را دانستیم. یک تعداد اشخاص مغرض به خاطر منافع شخصی و دنیوی خود از عواطف و احساسات مردم استفاده سو کردن و این مرض مهلک در میان آنها ایجاد کردن. خداوند ما و همه آنها را هدایت و توفیق نصیب بکنه. خوب، طوری که اشاره کردم استاد، گفتم که همه شنونده تقریبا درباره که چگونه ما اتحاد و اتفاق در میان امت اسلامی برپا کنیم، اکثر صحبت هایشان در همین محور میچرخید و کسی البته سوال مشخصی هم نداشت و نظر میدادن. چگونه میشه که یک اتحاد و اتفاق ما بین مسلمان های جهان برپا شود و تعصبات قومی و دیگر تعصبات زدوده شود؟ بدون شک آنچه که امت اسلامی میتونه به گرداگرد وحدت و یک پارچگی جمع بکنه همان قرآن کریم و احادیث پیامبر صلی الله علیه و سلم و غیر از این چیز دیگری نمیتونه باشه. و از جهت دیگر فرهنگ سازی بر محور این دو، که مردم را جمع بکنیم بر محور کتاب خدا و سنت پیامبر صلی الله علیه و سلم. بنابراین بر امت اسلامی لازمه که از همه مهمتر علم بیاموزند، برای خود دانش کیمیایی بکنند، چون دانش علم که انسان را از تاریکی ها و جهل نجات میده و الا بدون علم انسان نمیتوانه قدمی به سوی سعادت و خوشبختی بگذاره. بنابراین جوانان عزیز را و کل امت اسلامی را تشویق بر این میکنیم که دانش و علم برای خود کسب کنند، چون این علم و دانش که در رأس آنها علم و دانش کتاب خدا و سنت پیامبر صلی الله علیه و سلم در حد ضرورت هست که فرض هست بر آنها، در حدی که بتوانه مشکل آنها را حل بکنه و در حدی که به آن نیاز دارند، در حدی که نیاز جامعه و نیاز شخص هست، و بعد از آن هر علم و دانشی که به هر صورت حرام نباشه، مباح باشه، به دنبال آن باشند، چون وسیله میشه برای این که از تعصبات و اختلافات خود را دور کنند. چون یک انسان دانشمند، یک انسان عالم، انسان فرهیخته هرگز چون این کاری نمی کند. شاید بگوییم که این کار را می کنند بعضی ها. خب این برمیگرده به این که به همان آنچه که آموختن عمل نمی کنند. خب بعد از آنچه که در واقع می توانیم بگوییم راهکاری که امت اسلامی را از این بدبختی نجات میده، همان برقرار کردن عدالت اجتماعی در جامعه هست. اگر عدالت اجتماعی در جامعه وجود داشته باشه، یعنی حق هر انسانی به صورت درست آنچه که خداوند گفته و آنچه که پیامبرش صلی الله علیه و سلم گفتند گذاشته بشه و برای شخص داده بشه، بناهن مشکلی به وجود نمیاره. اینجا تعصبات کم میشه، از تعصبات در واقع کاسته میشه. و الا اگر عدالت اجتماعی وجود نداشته باشه، باز همان کینه و کدورت و همان تعصبات را به وجود میاره. خب سلامت باشین استاد. البته اکثر بیننده ها چنانچه من عرض کردم از ایران بودن
3-4 برادر از دانمارک برادر بود، از دبی بودن، از افغانستان بودن. اکثرا سوال مشخص مطرح نکردن و نظریاتشان ابراز کردن و ما از نظریاتشان هم جهان سپاس و تشکری داریم. از اینکه بیننده های زیادی را ما پشت خط داریم استاد، ما باز هم میریم خدمت بیننده های عزیز. خب بیننده اول میگیریم. السلام علیکم برادر. برنامه قلب آسیا برادر، از کجا کی هستین و از کجا صحبت میکنیم برادر؟ و علیکم السلام. ما از خوزستان اکرم جون. خب از خوزستان بفرمایید برادر، خدمتتون هستیم. استاد از تاجیکستان صحبت میکنیم. خب بفرمایید. صدای شما را ما میشنیم. صدای ما را اگر از طریق تلفن برادر، از طریق تلفن اگر صدای ما را بشنوین بهتر میشه. امین. یک چند برنامه پیش از ما امین استاد مجیب رحمان انصاری بود. یک شعر محمد اقبال لاهوری گفت که آسیا یک پیکر آهوگیل است، ملت افغان در اون پیکر دیل است. همین شعر همین مثال گفته بود. یک از خوزستان یک نفر زنگ برای چی؟ بله برادر، سلام علیکم. خب این برادر صحبتشان قطع شد البته. خب میریم به سراغ بیننده دیگر. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. سلام علیکم. و علیکم السلام برادر، خود معرفی بکنین، از کجاستین؟ از افغانستان ولایت فاریاب زحمت دارم. خب از افغانستان. نام شما برادر؟ از گوشه ودر نام خدا نگم. با شما هستیم برادر، بفرمایید. بله میشنم. ما گفتم اگر ممکن باشه گوشه ودارین نام خدا به شما میگم. خب بفرمایید صحبت بکنین، سوالتان بکنین برادر. فکر میکنم موضوع بحث به اعتماد تعصبات قومی است. اگر اشتباه نکنم کشور پیوستیدن به شبکه شما. ما یک سوال داشتیم از میهمانان برنامه محترم شما. بفرمایید. در افغانستان تا که شما مطالعه هستین چندین سال است که اختلافات قومی، مذهبی، زبانی وجود داشته. درست. البته موضوع برنامه برادر مشخص است. گفتیم که تعصبات قومی، که برای تعصبات مذهبی البته باز برنامه مخصوص دیگر را انشالله ترتیب دادیم و تا هفته آینده انشالله تقدیم میشه. میخواستم به ارتباط تعصبات قومی سوال من. بفرمایید برادر، خدمتتان هستم. چطور میشه که این اختلافات قومی از میان ملت بیچاره مظلوم افغانستان وارد شود؟ درست. تا جایی که ما معلومات داریم استاد محترم، در بین طالبان ادعای جهاد میکنن بر فعل بر ولایت فاریاب، اینا اختلافات عمیق قومی دارن بین خود. برادر عزیز، خب تا جایی که ما معلومات کافی داریم راجع به اونا، عمیقا اختلافات قومی بینشون وجود داره. اینا یک ارگان هستن که یک حزب هستن که ادعا میکنن ما جهاد میکنیم. جهاد ما برادر عزیز طوری که ما در ابتدای برنامه هم اشاره کردیم، گفتیم در ارتباط به تعصبات قومی اگر سوال داشته باشین گفتیم که چطور میشه که این اختلافات از افغانستان از بین ببریم. ما سوال شما را گرفتیم و البته خارج از موضوع برنامه اگر صحبت میکنین باز ما با عرض معذرت خارج از موضوع صحبت کرده باشیم. سلامت باشین، بفرمایید. چرا که بیننده های زیاد در خط منتظر هستند در لاین، دیگه ما نمیتونیم که دیگه مفصلا صحبت های شما را بشنویم برادر. بفرمایید اگر سوال دیگری دارین. تشکر. سلامت باشین برادر. سلامت باشین. سلام علیکم و رحمت الله. و علیکم السلام. خب بیننده بعدی، سلام علیکم. برنامه قلب آسیا، موضوع برنامه تعصبات قومی. سلام علیکم، خسته نباشید، دست شما هم درد نکنه. سلامت باشین. از کجا صحبت میکنین و کی هستین برادر؟ بله، من علی رضا هستم از ایران. یک سوال درباره تعصبات قومی خدمتتون عرض میکنم و قطع میکنم، از تلویزیون گوش میدم بقیه‌شو.
چرا برادران اهل سنت و کشورهای عربی به ما ایرانی ها که همیشه در خط مقدم مبارزه با صهیونیسم و آمریکا و دشمنان اسلام هست در خط مقدم هستیم به ما میگن ایرانی مجوس؟ چرا آیا چون شیعه هستیم؟ مگر قرآن نمیگه و تسمو به حبل الله جمیعا ولا تفرقوا؟ خب ما برادر گفتیم تعصبات علتش چیست که ایرانی ها را دشمن خودشون میپندارن در حالی که ایران همیشه در جبهه اول دفاع از مسلمانان بوده، چه سنی و چه شیعه. سلامت باشید. خب بیننده بعدی. سلام علیکم. سلام علیکم. بفرمایید برادر. عبداللطیف هستم از ترکیه. زحمت بدید شما. بفرمایید برادر عبداللطیف از ترکیه. سوال کرد؟ بفرمایید خدمتتان هستیم. بله گفتم. بفرمایید برادر خدمتتان هستیم. گفتیم صدایتان رو میشنویم. گفتم این تأسفات قومی در افغانستان خیلی یک جنبه بزرگی دارن از سابقا تا حالا هیچ از بین نرفته. چطور میشه از بین بروه؟ چه رقم میشه از بین بروه؟ یک سوال دیگه هم داشتم اگر ببخشین مطرح کنم. گفتم این چه سال نو آمده علمایی که در جشن نوروزی رفتن در مزار شریف اینجا، علمای ما و شما رفتن اونجا جنده بالا میگن چیز میگن این بالا میکنن. آیا این علما از شریعت و از اینا باخبر نیستن؟ شما اینو مطرح کنین برای مردم افغانستان روشن تر شود. سلامت باشین برادر. سلامت باشین از حسن نظر و از سوالتان. از برنامه شما از برنامه خوب شما ما زحمت داریم. سلامت باشین. سلامت باشین. ما بیننده بعدی را میگیریم. بسیار میبخشین. سلامت باشین. خداحافظ شما. بیننده بعدی. السلام علیکم. برنامه قلب آسیا. موضوع برنامه تعصبات قومی. بفرمایید برادر. سلام علیکم. کی هستین برادر؟ از کجا صحبت میکنید؟ برادر از طریق گوشی تلفن اگر صدای ما را بشنوین بهتر میشه. سلام علیکم. میشنوین صدای ما را؟ سلام علیکم. صدای ما را میشنوین برادر؟ صدای شما را ما نمیشنویم. بسیار با مشکل شنیده میشه. بله بفرمایید. خب ما معذرت میخوایم میریم به سراغ بیننده دیگر چرا که صدایتون درست شنیده نمیشه برادر عزیز. میشه اگر باز دوباره در تماس شوین خوب است. سلام علیکم. برنامه قلب آسیا. موضوع برنامه تعصبات قومی. بفرمایید برادر. دوستان در اتاق کنترل. سلام علیکم. سلام علیکم. شب بخیر. شما خوبه؟ سلامت باشین. کی هستین؟ از کجا صحبت میکنم برادر؟ حسین هستم از الاهواز زنگ میزنم. خب بفرمایید برادر. زنده باشین. جناب از لبنان تا افغانستان و پاکستان و تاجیکستان و ازبکستان اینا قومیت های زیادی اینجا زندگی میکنن، اما متاسفانه دیکتاتورایی که اینجا حکومت میکنن مثل آقای کرزی، مثل آقای خامنه ای، مثل آقای مالکی، مثل آقای بشار و امثالهم، اینا نمیذارن قومیت ها مردم در کنار هم دیگه زندگی کنن. مثلا شما فکر کنید همین قومیت کرد، قومیت عرب در ایران، یا قومیت مثلا پشتون، یا قومیت مثلا هزاره در افغانستان، یا قومیت مثلا ازبک یا تاجیک، اینا الان سالهاست دههاست. قطع شد. خب بیننده بعدی. سلام علیکم. بیننده بعدی. سلام علیکم. سلام علیکم. خسته نباشه. سلامت باشین. سلامت. میخواستم با استادی ها وقت کنیم. صدای ما رو میشنیم برادر؟ بفرمایید. بله. بفرمایید. سلام علیکم. موضوع برنامه گفتیم به تعصبات قومی است برادر. مشخص است، مقید است. ما محمد هستم از ایران. خب محمد از ایران. درباره موضوع برنامه میخواستم یک شعر یک بیت بخونم. بفرمایید. میگه آسیا مانند یک پیکر آب و گل است،
درست. ملت افغان در اون پیکر دل است تا دل آزادند در گشادی آن گشادی آسیا در گرفتاری اون گرفتاری آسیا. خب محترم تشکر میکنم. تشکر برادر از اینکه بیننده های دیگه هم در لاین هستن. ما معذرت میخوایم برادر، صحبت تا شنیدیم و شعر هم که دیگه به خوانش گرفته نورم شنیدیم. میریم به سراغ بیننده دیگر. سلام علیکم. سلام علیکم بیننده عزیز، بفرمایید. سلام علیکم. سلام علیکم. و علیکم السلام. بفرمایید. کسیم برادر؟ ببخشید من از شیراز شماره گرفتم برنامه. خب موضوع برنامه خود مشخص است برادر، تعصبات قومی بفرمایید. اگر در ارتباط کدام سوال دارین، پرسش دارین؟ ببخشید من سوالم فقط این بود، پیشنهاد بود فقط به نظر خودم. بفرمایید. الو بفرمایید، میشنیم، صدایتان داریم. ببخشید من فقط میخواستم اینو بگم که من از شیراز زنگ میزنم، بعد میخواستم بگم اکثر ما از نظر خودم بی‌سوادی به شده اینجا کشیده شده، ما مثلا ما افغانا. خب الو بفرمایید، صدایتان داریم برادر. درسته. خب اگر برادر اگر سوال مشخصی دارین، چون پیشنهاد وقت پیشنهاد نیست، بیننده های ببخشید من الان یه جورایی دوگانه شدم، الان براتون میگم. بی‌سواد شده که ما به این روز کشیده بشیم. استادان دوتاشون اشاره کردن. خب ما از لحاظ دین خب رای مختلف میریم. بله. اشتباه مثلا میریم، خب رای نداریم. خب یه جورایی. خب سلامت باشین برادر، پیامتان گرفته شد. گفتن که یکی البته از علل تعصب قومی نادانی و جهل است. سلامت باشین. بیننده بعدی. سلام علیکم. سلام علیکم جناب، قطع شد تلفن ما، اجازه هست صحبت بکنیم؟ گفتم برادر به خاطر از اینکه بیننده های زیاد در خط هستن، اگر سوال مشخصی دارین بهتر است. سوال مشخص من اینه، چرا دیکتاتورهایی که در خاور میانه از افغانستان تا لبنان دارن زندگی میکنن به قومیت ها ظلم میکنن به اسم اسلام و با اسم اسلام بر هر قومیتی میدارن تو سر اون شخص و میگن اسلام اینطور گفته، چرا اسلام رو بدنام میکنن؟ من از اساتیدی که در استودیو حاضرند ازشون میخوام، خواهش میکنم تو خدا از اسلام دفاع کنید، نگذارید این دیکتاتورها به اسم اسلام به اقوامی که در این خطه زندگی میکنن ظلم کنن. ممنونم. خدا سلامت باشین برادر، سلامت باشین. خب یکی دو بیننده دیگر هم میگیریم چون فرصت خیلی کم است. بفرمایید برادر. سلام علیکم. سلام علیکم. بفرمایید. سلام علیکم استاد. و علیکم السلام. بفرمایید، صدای شما را ما داریم. ببخشید حتما اینطوری است که ما در مسلمانی اینطوری مثلا فارسی و تاجیک افغان اینطوری چیزا اصلا نیست، عرب اصلا زبانی و قومی نجاتی نیستیم. مسلمان باید اتفاق اتحاد باشد که دشمنان اسلام آمده خصوصا در افغانستان. ببخشید مودی برنامه دارید، خصوصا در افغانستان قاریای ما را میکشد، عالمای ما را میکشد، در مظلومانه با مردم افغانستان ستم میکند و در افغانستان خیلی به ظلم میشه، در قاریای شرق میاد تجاوز میکنه. سلامت باشین برادر، سلامت باشین. پیامتان شنیدیم. خب یک بیننده دیگر هم میگیریم و از دیگر بیننده هایی که پشت خط هستن دیگه معذرت میخوایم چون وقت برنامه خیلی کم است برادران. سلام علیکم. آخرین بیننده بفرمایید برادر. سلام علیکم. و علیکم السلام و رحمت الله. سلام عرض ادب دارم خدمت شما و خدمت تمام بیننده های شبکه وصال حق. محمد شفیع هستم، از هرات صحبت میکنم. محمد شفیع بفرمایید برادر. تشکر. سلامت باشین. در حالی که قرآن عظیم الشان ما را به وحدت و همبستگی دعوت میکنه، اما در بین جامعه ما سعی میکنیم که تفرقه و قوم پرستی و چیزا هست. و سوال هم که من از اینا داشتم، چون ما در مردم افغانستان در یک انتخابات بسیار
اساسی قرار دارن که هم ریاست جمهوری و هم شورای ولایتی. اگر ما از بین خود در شورای ولایتی از قوم خود نفر تعیین داشته باشیم و برای از او رأی بدیم در شورای ولایتی را پیدا کنه، آیا که مسائل قوم پرستی را که دامن نمیزنه؟ من این سوال هم داشتم و من تشکری میکنم از شما و از برنامه بسیار خوب شما. میخواستم سوال کنم که جناب مولانا صاحب انصاری امشب در برنامه شما نیستن، امیر اگر جواب بدیم. سلامت باشین برادر، سلامت باشین. خب این برادر آقای محمد شفیع آخرین بیننده بودن که دیگه صدایشان شنیدیم و سوالشان شنیدیم. دوستان گرامی که پشت خط منتظر هستن از اینکه وقت برنامه ما تقریبا دارد به پایان میرسد، دیگه میریم به سراغ استادای گرامی تا به سوال هایی که از برادرای که البته اکثرا نظریات دادن، سوال هایی که داشتن خدمت از اینا دیگه عرض بکنیم. خب استاد رحیمی بیننده اول ما البته از تاجیکستان بودن که یک شعر را خواندن و بیننده دوم ما برادر بودن از فاریاب افغانستان و سوالشان مشخص بود که چطور میشه اختلاف و تفرقه و همین تعصب، به اصطلاح تعصب از میان اقوام افغانستان برداشت. البته اگر از ابتدا برنامه را دیده باشن پاسخشان هم دریافت کردن، لکن باز هم برای تذکیر و یادآوری، بله، برای یادآوری بیشتر یا یاددهانی بیشتر اگر مختصرا عرض کنید چون وقت برنامه هم خیلی کم است. بله، تنها در جواب این سوال برادر همین قدر گفته میتونیم تا که وقت هم چون ضیق است خیلی. بله. رجوع به کتاب و سنت بله یگانه حل و چیزی هست که میتواند تعصبات و اختلافات ملت افغانستان را از بین ببره. تا وقتی که ما دوباره به سوی قرآن خدا و سنت مصطفی صلی الله علیه و سلم به همان گونه‌ای که خدا و رسول از ما میخواهد، در شک نیست که ملت افغانستان ملت مسلمان هستند، ولی به گونه‌ای که الله متعال از ما میخواهد که به کتاب و سنت چنگ بزنیم، تمام اوامر و دستورات الله متعال و پیامبر صلی الله علیه و سلم را تعمیل بکنیم و از چیزهایی که ما را منع کردن منع شویم، میشه که اختلافات از بین بره. سلامت باشین استاد، از اینکه وقت کم است. خب یکی از بیننده های ما به نام علیرضا از ایران تماس گرفتن که چرا به اصطلاح کشورهای منطقه یا مشخصا گفتن که اهل سنت به ایرانی ها توهین میکنن و اونها را مجوس میخوان. این موضوع برمیگرده به یک موضوع اعتقادی، نه موضوع تعصب قومی. بله. این میگذاریم در برنامه هایی که در مورد عقیده صحبت میکنن که چرا به هر صورت فکر نمی کنم که یعنی ملت ایران هر کسی در جهان مجوس بگه، بلکه یک مذهب و یک فکر خاص میگن که آن در برنامه های اعتقادی مربوط به آنها میشه. خب سلامت باشین. خب آقای عبداللطیف از ترکیه، خب این سوالم راجع می‌شدیم به استاد عبدالرحمن، چون گفتن سوال اولی را میگذاریم به برنامه بعدی. گفتن که در افغانستان اختلافات دارای جنبه ها و گوشه های زیادی داره، چه قسم میشه که باز هم اختلاف در افغانستان از بین ببریم؟ که البته میشه که در این مورد صحبت بکنین. چون یادآور میشیم قول حضرت امام مالک رحمه الله، میگه که این امت را هیچ چیزی اصلاح کرده نمیتوانه مگر اینکه این امت رجوع بکنن به آن چیزی که اول این امت را اصلاح کرد، که همانا قرآن کریم می باشه، همانا سنت پیامبر صلی الله علیه و سلم. اگر امت اسلامی خواسته باشن که اختلافات را دور کنن، اولین راهش اینه که به قرآن چنگ بزنن و در لابلای قرآن دواهای این مرض را در میابن، از اون دواهای استفاده کنن، انشاءالله مشکل حل خواهد شد. خب البته سوال دیگری که برادر گفتن چرا رهبران خاورمیانه و نمیفهم چه، این راجع میشه سوال راجع میسازیم به خود رهبرها که چرا این کارو میکنن. خب بیننده آخر ما که آقای محمد شفیع از هرات بودن، گفتن که اگر کسی از بین قوم خودش یک کسی را وکیل تعیین بکنه
اما مشخص نگفتن که شخص آیا اهلیت و صلاحیت و شایستگی از این داره یا نه. این نوع از تعصب حساب میشه یا نه؟ اولا آیا انتخاباتی که امروز در دنیا رواج داره آیا این انتخابات اسلامی هست یا نه؟ یک موضوع مشخص، یک موضوع مفصل هست که باید بالا از این صحبت شود که آیا انتخابات اسلامی هست یا نه. وقتی که انتخابات حکمش معلوم شد از نظر اسلام، باز ما میریم طرفی که اگر به یک وکیل قوم خود رای دادی تعصب هست یا نه. درست استاد، سلامت باشین. البته وقت برنامه به پایان رسیده، لکن یک سوال خیلی مهمه که ماند، همانا راهکارها و راه حل‌های که بتونیم جلوی ای ویروس قاتل، ما ویروس میگم، تعصب ویروس میگم، ویروس قاتل که البته بدتر از ویروس ایدز است، این را جلوگیری بکنیم. آیا راهکارهای وجود داره؟ اگر میشه به شکل فقط فقروار یک دو سه شمارش بکنیم، چرا که برنامه را وقتش خیلی کم مانده. ما در لابلای برنامه یعنی به این موضوعات اشاره کردیم که چی راهکارهایی میتونه واقعا امت اسلامی را از این بدبختی که امروز قرار داره نجات بده. ولی فقط من میخوام از این اصطلاحی که شما استفاده کردیم در جواب این اصطلاح شما اصطلاح دیگری به کار بگیرم. شما گفتیم ویروس، من میگم که یک آنتی ویروس بسیار قوی به کار داره. درست. و این آنتی ویروس جز این که ما باز هم میگم، باز هم تکرار میکنیم و بارها و بارها و استاد گرامی هم تکرار کردن، این که تا زمانی که ما بر محور دین گرده هم نیاییم هیچ چیز دیگری ما نمیتونه جمع بکنه. خب سلامت باشین استاد. وقت برنامه ما در همین جا به پایان میرسه. از استادان گرامی، استاد امام الدین رحیمی و از استاد گرامی عبدالرحمن فاتح که در برنامه ما را همراهی کردند و از تمام بیننده های عزیز که نظریات داشتند و سوال های را مطرح کردند، از اونها هم اظهار سپاس داریم. وقت دیگر باقی نمانده، تا دیدار دیگر و برنامه دیگر همه بیننده های عزیز را به پناه الله متعال می سپاریم. خدا یار و نگهدارتان و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.